سلام، من شهرزاد هستم. به 5مین قسمت از این اپیزود بیوتی تاک با من خوش اومدید. تست‌های آزمایشگاهی اثربخشی ضد آفتابات. استفاده از روش‌های آزمایشگاهی و بالینی برای ارائه ارزیابی دقیق‌تر و جامع‌تر از عملکرد ضد آفتاب است. مورد اول تست‌های آزمایشگاهی هستش. توی آزمایشگاه شرایط طبیعی رو شبیه سازی می‌کنن. شرایطی مثل تعریق، رطوبت و تابش یووی که عملکرد ضد آفتاب تحت شرایط کنترل شده بررسی شده. ارزیابی مولکولی. آزمایش‌های دقیق‌تری مثل اندازه‌گیری میزان جذب اشعه یووی توسط مولکول‌های ضد آفتاب و بررسی پایداریشون در برابر تابش یووی. دومین مورد، آزمون‌های بالینی. مطالعات روی انسان‌ها. آزمایش‌ها روی داوطلبات تو شرایط واقعی روی پوست انسان انجام میشه تا عملکرد واقعی ضد آفتاب تعیین بشه. مطالعات طولانی مدت روی انسان‌ها. داوطلب‌ها چند هفته یا چند ماه ضد آفتاب استفاده می‌کنن و در طول زمان عملکرد ضد آفتاب ارزیابی میشه تا تاثیرات بلند مدت ضد آفتاب روی پوست مشخص شه. سومین مورد، مثال‌های کاربردی. آزمون جامع یک ضد آفتاب. توی آزمایش جامع اول ضد آفتاب رو توی شرایط آزمایشگاهی شبیه سازی شده مثل تعریق، رطوبت و تابش یووی قرار میدن. بعد همون ضد آفتاب رو تو شرایط واقعی روی پوست داوطلبات تست میکنن و آنها تو شرایطی مثل ورزش، دویدن و شنا کردن و قرار گرفتن در تابش مستقیم خورشید تست میشه. حالا نتایج به دست اومده از هر دو تا آزمایش با هم دیگه ترکیب میشه و یک عملکرد کلی از ضد آفتاب ارائه میشه. نتایج این آزمایش‌ها به تولید کنندگان کمک میکنه که ضد آفتاب با کیفیت تری تولید کنن که تو هر شرایطی به طور مؤثر از پوست محافظت کنن. تو این 5 اپیزود راجع به اثربخشی ضد آفتاب صحبت کردیم. تو اپیزود بعدی براتون یه سورپرایز ویژه داریم. راستی شما میتونید با کد تخفیف شری هر محصول آرایشی بهداشتی که میخواین از سایت estavitaestore.com تهیه کنید. ممنون که تا انتهای این اپیزود با بیوتی تاک همراه بودین. زیاد جلوی آفتاب وای نستید. خدا نگهدار.